یکی از پیشبینی‌ها و سناریوهای جالبی که برای قسمت جدید سریال خواهران و برادران مطرح شده، سناریوی عشق جدید آسیه در فصل 4 سریال خواهران و برادرانه. بر طبق این سناریو اعلام شده که قراره در فصل 4 کاراکتر جدیدی به عنوان رقیب عشقی دروک وارد سریال بشه. اونطور که اعلام شده، ظاهراً عشق آسیه و دروک در سریال ملال‌انگیز و تکراری شده و جذابیت و هیجان خودش رو از دست داده و با توجه به سن و سال کاراکترهای سریال هم بعیده که شاهد ازدواج اونا باشیم. به همین خاطر سازندگان سریال به این نتیجه رسیدن که کمی هیجان و جذابیت به عشق آسیه و دروک اضافه کنن. به همین خاطر تصمیم گرفتن که یک کاراکتر جدید وارد سریال کنن تا تبدیل به رقیب عشقی دروک بشه. ظاهراً قراره در فصل جدید بین آسیه و دروک اختلافات جدی پیش بیاد و بین اونا فاصله بیفته. در این بین این کاراکتر جدید هم سر و کلش پیدا میشه و یک دل نه صد دل عاشق آسیه شده و به اون نزدیک میشه و باعث حسادت دروک میشه. در این بین یه مثلث عشقی شکل گرفته و بین دروک و این عاشق دلخسته تازه وارد درگیریای جالب و بامزه‌ای بر سر آسیه اتفاق میافته. احتمالاً بعد از ورود این رقیب عشقی شدت حسادت‌ها و کارهای غیرمنطقی دروک به حدی زیاد میشه که آسیه کاملاً از دروک دست شسته و برای مدتی وارد رابطه با این عاشق تازه وارد میشه و همین باعث شکلگیری داستان‌ها و ماجراهای عجیب و غریب و جذابی در فصل 4 سریال میشه. البته لازم به ذکره که اشاره بشه که این فقط یه سناریو و پیشبینی برای قسمت بعد سریال خواهران و برادرانه و برای اطلاع دقیق از ماجراهای سریال باید منتظر مون تا فصل جدید اون منتشر بشه تا از همه اتفاقات و حوادث جدید اون به صورت دقیق و کامل مطلع شد.